خب اکنون میگذاریم ما با بازی دیگر، یک رقابت دیگری که با خود دقت را جلب کرد، رقابت ریال سوسییداد بر مقابل منچستر یونایتد بود. اصلا این زمان همه ما مشکلی های دسته منچستر یونایتد رو خیلی خوب پی میبریم که دسته مذکور حتی نزدیکتر با تخانه جدول است، فرق از اون که با توپ در باشد یا خود با موقع لیگ چمپیونی و لیگ اروپا حتی لیگ کنفرانس باشد. یعنی برآمدن با مسابقه اروپا این زمان برای دسته بزرگ مثل منچستر یونایتد این یک ارزوی شده است، ولی اونها این زمان در لیگ اروپا هستند و میتوانند حتی لیگ اروپا را هم اکنون از دست بدهند با چنین بازی‌هایی که در سفر داشت، اما یک گیم که بازی رو مساوی هم کرد با دسته ریال سوسییداد. اما من فکر میکنم جالبیت اساسی که اولو لیگ اروپا دارد این بودن منچستر یونایتد و یگانه امید این دسته در پس منظر اونه که این دسته مورد دقت همگان قرار گرفته است. برای چی؟ برای اینکه آنها در کرسی سرمربیگی نفری رو آوردن با قول دغدغه کرده و بازیگرانی رو خریداری کردن یا که به هیئت جلب کردن که آنها خیلی چالاک هستند و امیدهای مخلصان دسته منچستر یونایتد از این دسته مخصوصا در همین مسابقه خیلی زیاد است و اگر منچستر یونایتد از این مسابقه بیرون شود فکر میکنم دیگر در این موسم چی بازی کند چی نه، فقط برای باقی ماندن در جدول مبارزه میبرد. برای همین اندک جالبتر است بازی مقابل ریال سوسییداد که ریال سوسییداد اونقدر دسته سوس نیست، دسته ضعیف نیست، بازی خیلی شدید بود. فکر می‌کنم که از بازی‌های پرسرعت یکی از بازی‌های اینتریگ خاص داشتن. برای مثال اگر ما همین گل رو متوجه بگردیم ببینید که چگونه کنتر حمله خوب بود و از کنار چگونه پرتاب به داخل جریمه جوش از زیگز موقع درست رو اشغال می‌کند، ولی موقع‌گیری بازیکن خط دفاع در اینجا گویم که بهبودی رو طلب می‌کرد. این یک زیرکی خاصه الخاندرو گارناچو با زیگز بود که مثلا ببینید که از کجا هم دسته خود رو احساس کرد الخاندرو گارناچو، هرچند در اطراف او 3 نفر دفاعگران قرار داشتند ولی پاس رو با بازیگری که اگر فکر خطا نکنم فرناندش بود با فرناندش نه او مثلا زیگز رو دیده با زیگز پاس داد برای در موقع خالی قرار داشت. ببینید دفاعگران کمتر پایین‌تر قرار دارند و امکانیتی آزاد قبول کردن توپ ضربه زدن برای زیگز خالی‌تر بود و اینجا ببینید در همین بازی بیشتر که ریال سوسییداد در خط حمله قرار داشت برای منچستر یونایتد جز شتافتن به عکس الهجوم دیگر امکانیتی نبود و ماز با استفاده پرتافت طولانی و سرعت گارناچو چون این امکانیت به میان آمد که دفاعگران به گفت شما در موقع نادرست قرار گرفتن اونها دیگر و در وقت عکس الهجوم دیگر موقع درست پیدا کردن نمیتونی و زیرگز رو کسی تعقیب نکرد و ماز او آزادانه ضربه زده توانست و همچنین زاویه دید دروازه‌بان را محکم کردن یک دفاعگری دیگری سوسییداد باعث همین گل شد. بله راستش تمام نبود نه راستش به هیچ کس نبود، از مابین پایه‌های یک دفاعگر توپ راست مستقیما وارد دروازه گردید. اما گپ دیگر اون است که منچستر یونایتد در موسم کنونی در اون بازی که حتی اول شده گل میزند بعداً حتما شکست میخورد این یک حتما به دروازه خود یعنی گل سر میدهد. یعنی این زمان دسته نیست که برای حفظ کردن یک گل مبارزه بردن تواند، حتی برای حفظ کردن یک گلی که در اینجا اونها پیشرو بودند. اینجا بعد از تماشای وار داور پنالتی رو تعیین میکند و به نزد توپ اونجا اویارسابال آمد. اینجا متوجه میگردیم بار دیگر به همین فرصت که توپ به دست برونو فرناندش در داخل جریمه رسید، اویارسابال به نزد توپ آمد و بازیگر مذکور به یگان خطا و به یگان امکانیت برای دروازه‌بان منچستر یونایتد توپ رو وارد دروازه کرد. اینجا در مجموع مشکلی دسته است یا خود خط دفاعی این زمان خیلی ضعیف است که همیشه با چنین اشتباه و علل خصوص در وضعیت استانداردی راه میدهد. اینجا عیبی فرناندش است که چشمان خود رو پوشیده به هوا پرید و توپ رو حتی احساس نکرد که توپ در کجاست. این یکمش. دومش مشکلی خط دفاع می شود. برای که چنین وضعیت ها به میان نیاید باید خط دفاع دسته باید پرقوت باشد، باید اصلا با چنین حالت ها اومدن نرسد این کار. ولی ما می‌دونیم که در چند سال اخیر هرچند که خریداری های دسته منچستر یونایتد در خط دفاع خیلی خوب بودند، مخصوصا آوردن دلیکت و لیساندرو مارتینز که حالا اوسه برداشته است و مشکلی های کادری خیلی زیاد است، ولی در خط دفاع یک نظامی بگیم پورا در این دسته نمیرسد. حالا مشکلات خیلی زیاد هستند و این یگانه مشکلی دسته منچستر یونایتد نیست. باید وقتی که در مورد مشکلات دسته منچستر یونایتد گپ بزنیم باید یک ساعت گپ بزنیم که مشکل نه، ولی مشکلات خیلی زیاد است. بله موضوع کلان است. و اگر که از گل جوابی سر کنیم ببینید لیدر دسته کاپیتان دسته برونو فرناندش بر عوض اون که باید دسته رو به پیش برآورد پیروزی رو تامین کند گل میبرد و خل از دست میدهد. بدبختی میبرد. ببینید
از نفری که بیشتر قهرمانی انتظارند برعکس آنتی گرای میشود. این از یک طرف دیگر ببینید بسیار آماریم را هم تنقید میکنند ولی اون بازیگرانی که برای وضع میلیون ها خریداری شده بود مخصوص همه آن بازیگران را در هیئت اساسی ماند. چی زیرکزیت، چی لینیورو، چی نفری دیگر، چی پاتریک دورگو اینا آورده شدند. مخلصان باید پلاکت کلان گارناچو را طلب میکردند چند روز ببینید نفرانی که با برای وضع میلیون ها آورده شدند آماریم با آوردن این نفران یک بار در هیئت اساسی در بازی مهم چی خواستنی است. اون نشان دادنی است که نفرانی که شما با وجود میلیون ها با نفرانی کسبیت بلند داشته آوردید یگان کار از دستشون آمد. ببینید چون یک گواردیولا میگه من بازیگران رو مجبور کردن نمیتونن که در میدان این کارو کنن. شما دستور میده تاکید میمونه دیگر بازیگران خود قرار قبول میکنند. پس نفرانی که بر عوض این قدر میلیون ها اومدند و این کارو کردن نتوانستند اینجا ببینید پس در سیاست ترانسفری چیزی نادرست است. ببینید زیرکزی چقدر پول خریداری شده بود. خود لینیو رو از لیل با چگونه مبلغ اومد. پاتریک درگو خیلی مبلغ کمتر. راسموس خورلوند برای وضع 70 میلیون اومد 19 در 19 بازی یگون گل اومد ندارد. پرابلم نه تنها در خط دفاع است، پرابلم در خط حمله هم است، در خط میانه هم است، در تکیه‌گویی هم وجود دارد. پرابلم در خود لیدر هم است که به دسته رو به چنین حال میرساند اقلا در یک بازی. و اینجا دیگر نتیجه و پرابلم از خود آماریم طلب کرده میشد ولی اصلا اجرا کنندگان وظیفه در میدان دیگر کسان. جواب آماریم بیچاره میگه نفری که را تعیین کرده است البته که او موظف است ولی بازیگران باید مسئولیت داشته باشند. ولی به هر صورت ما در هفته موسم کنونی خیلی زیاد در چنین حالات متوجه میگردیم علل خصوص در وضعیت‌های استانداردی در ضربه‌های کنجی و علل خصوص در چنین حالات امیو با اشتباه رو میدهد گل سر میدهد پنالتی میورد. مثلا در خود پرمیر لیگ انگلیس هم دو نمیرویم بوزی چند دقیقه بر مقابل ارسنال 2 گل زده شد و هر دو گل از ضربه کنجی زده شدند. یا در رقابت با دسته‌های دیگر همیشه در ضربه کنجی و از نگاه آمارو هم دسته امیو در پرمیر لیگ انگلیس از همه بیشتر از ضربه کنجی به دروازه خود گل سر میدهد. یعنی سوال اساسی این است که چرا بالای همون مشکلی کار نمیکنند؟ چرا آمار رو همین مشکل رو برطرف کردن مشکلی است. این علاقه مشکلی سیستمی است باید سر این کار کرده شود چون که آمار همین چیز رو میگه. ببینید وقتی که بیا در سر مشکلی به یک دو خیلی علاوه کنیم مثال مشکلی چشمرس است. میدونیم که از حالت سندری این قدر گار سر داده میشد. مثال شما آماریم من بازیگر وقتی که مشکل رو تحلیل میکنیم در وقت تحلیل ویدیویی تحلیل بعد از بازی نشان میدم که این خیلی خطا کردی خودت نفری کسبی این قدر معاش بلند میگیری برای واسه این قدر پول در آوردن تو باید در میدان این رو اصلاح کنی. اون رو اگر که طریق عملیه و نظریه او را نفهمونه او درک نکنه و اجرا کننده از وظیفه خود نبراید اینجا 100% جوابداری در خود مربی هم نیست. ببینید لینیو رو برای وضعی چقدر مبلغ اومد نفری که تالنتی که از برای او چقدر ابردستا دعوا و جنجال کردن ولی که منچستر یونایتد پولی بیشتر اون وقت داشت خریداری کرد. نخواه لینیو برای وضعی 25% مبلغ خود در این قدر بازی نکند. اما گپ سر این است که وقتی همون بازیگر با دسته دیگر میرفت شاید موفق میشه. چندین فوتبال بازی بودن که مانچستر یونایتد هم خریدار بود اومدن ولی نه اومدن بعد با دسته‌های دیگر رفتن موفق شدن. یا اونایی که از مانچستر یونایتد رفتن. من فکر می‌کنم اینجا گپ سر سیستم است. بله یا اونایی که از مانچستر یونایتد رفتن با چگونه نتیجه میرسند. خودی آنتونی رو میگیریم برای مثال در بتیس راشفورد سه بازی در سه رقابت بازیگر بهترین سه جام سه دارد. بله سه دارد. یعنی بسیار نتیجه خوب. خود راشفورد در استون ویلا این زمان در لیگ چمپیون‌ها پس دسته درست نمی‌بیاید برای نه دسته یعنی فضای دسته کریستیانو رونالدو هم وقتی رفتنش تنقید کرده بود که سیستم دسته مانچستر یونایتد خیلی کهنه شده است. اون با فوتبال معاصر مطابق شده نمی‌تواند. یعنی اینجا با ایواز کردن یک مربی کار حل نمیشه. سیستم که باشه چیزی فراتر از مربی است. سیستم که باشه عموما چیزی دستاوی فرا میگیره. شرایط رو به نظر میاد. لیکن به این بیزنس‌های ردکلیف هیچ نمی‌چینه. اینجا باید بسیار چیزی واس شود. رجای خوراک خوردن، کار با طبیبان، با پسیکولوگ‌ها، نگاه بین کردن فوتبال بازان، مثلا از نگاه پسیکولوژی اونها رو تیار کردن. این مشکلی هست که در دسته مانچستر یونایتد هست. برای همین این دسته لیکن مشکل اولی از پول است. پول را باید پول هست ردکلیف پول نیست دیگه. برای مثال اگر اون بازیگرانی که تنقید کرده میشوند برای مثال هری ماگوایر خیلی زیاد تنقید کرده میشوند من باور دارم اگر ماگوایر با یک دسته دیگر گذرد او یک دفاعگر خیلی عالی در خیلی عالی بود در مانچستر یونایتد خیلی تنقید کرده میشود هنگامی که برمیگردد اگر که با یک دسته دیگر میرود بازم با دفاعگر خیلی خوب کازمی رو در وقتی در سطح بلند بودنش اومد با دسته مانچستر یونایتد لیکن مانچستر یونایتد طریق
طریق پول مایل کرد تا او چنین قرار را قبول کند. ببینید خب طور شما گفتید منچستر یونایتد موضوع خیلی کلان است، برای این لازم است تا یک برنامه علاوه تشکیل کرده شود. از این لحاظ ما امروز رو به حال خودش میمونیم و میگذاریم به بازی لیکن تکفوس خوبو یک جمله دیگر باید منظرت تکفوس خوبو بهترین بازیگر هم دیدار هرچند که گل هم نزد، لیکن تاثیر رسانی حوزه‌ای که مسی ژاپنی داشت ارزنده باری دیگر رفتن برای رئال مادرید. خیلی چیز چالو بود. تکفوس خوبو واقعا